رسیدیم به آنجا که قرار شد شما داوری کنید پهلوی چطور میخواست این احزاب تندرو و جنون زده و بیگانه پرست را رسمی بپذیرد و آزادی عمل بخشد تا بیایند در جامعه‌ای هنوز توسعه نیافته، پر از تنگ دستی و جهالت 1000 سال پیشرفت ستیزی اسلامی و پر از گرایش به تندروی و عصبیت همان 1000 سال فضای عصبی و سرکوبگر اسلامی آزادانه فعالیت کند. جالب اینجاست که چپ‌های 57 برای توجیه عصبیت و کارکرد تروریستیشان علیه کارآفرینان و مدرنیسم پهلوی فقر جامعه را بهانه می‌کردند و می‌کنند. انگار پهلوی آن فقر را پدید آورده بود و نه 1000 سال غارت پسندی و مفخوری اسلامی. فقر در آغاز توسعه همه جا بوده و هست، حتی در انگلیس و آلمان پیشرفتگرا در سده 18 و 19 میلادی. اون هم فقر و بیسوادی در میزان فجیع. اما آیا چپ‌هایشان کارآفرین و سرمایه‌دار ترور می‌کردند؟ یا با مذهبیون آدمکش و سینما آتش‌زن همراه می‌شدند و پاسبان می‌کشتند؟ بعد هم در سرآمد حماقت و وقاحت محمد رضا شاه را، این تنها موتور پیشرفت و بهزیستی برای ایران آن روز را تمسخر می‌کردند که چرا می‌گفت مارکسیست فعلا ممنوع است تا کشور توسعه یابد و به ساحل آرامش و رفاه رسد. شما تصور کنید شاه به این منحرفین در اون کشور عصبی و تنگ دست اجازه فعالیت آزاد میداد. اون وقت کار در اندک زمانی به انفجار اجتماعی و انقلاب مارکسیستی یا اسلامی مارکسیستی میکشید. اگر راستش رو بخواهید در خود انقلاب هم پس از دادن فضای باز سیاسی همین شد. شاه که بیمار شده بود و میترسید زمان کوتاه بیاد، زیر فشار کارتر کوتاه اومد و گویا باز چندین و چند سال هنوز پیش از موعد آزادی رو داد و البته با این مجانین به تفصیل تشریح کرده همون شد که شد. آیا به راستی حزب چپی میانه‌رو و میهن‌دوستی در ایران بود که شاه به اونها اجازه فعالیت نده؟ در میان همین چپ‌ها هرگاه تک و توک نیروهای میانه‌رو و میهن‌دوست پیدا می‌شد، بیدرنگ آزادی عمل پیدا می‌کردند، مثل پرویز نیکخواه، فعال سیاسی چپ و یکی از رهبران اصلی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، از مهمترین گروه‌های اپوزیسیون محمد رضا شاه پهلوی در اروپا و ایالات متحده، که با تغییر عقیده در زندان به یکی از تلاشگران برای تحقق انقلاب سفید در زمینه فرهنگی تبدیل شد و از همین رو پس از انقلاب بیدرنگ دستگیر و اعدام شد. قابل توجه است که اون معدود نیروهای چپ میانه‌رو وارد مغلطه انقلاب نشدند و اگر اهل کار بودند با حکومت وقت به سادگی کنار اومدند و به خدمت مشغول شدند. اونها دریافتند که مشکلات ایران رو انقلاب مارکسیستی حل نمی‌کنه، بلکه گسترش زیرساخت‌ها، رفاه و آموزش و پرورش بهینه راهکار هستش. در پی این پیش ساختار هاست که دموکراسی پایدار و مسئولانه تازه ممکن میشه. در بررسی انحراف چپ ایرانی، چه از روی نیاز خود پژوهش و چه از روی انصاف در داوری، نگرش به یک نکته فراتر البته هنوز هم لازم هستش و اون که چرا فضای فکری کشور توان برخورد نظری لازم و راهنمایی جوانان به انحراف کشیده شده مارکسیستی رو نداشت. برای نمونه یک پرسش کلیدی هنوز بی پاسخ مونده و اون این هستش که چرا شخصیت‌هایی مثل تقی ارانی پس از تحصیلات عالی و نویسندگی در مجله ایران شهر و نامه فرهنگستان و گرایش ژرف به ایران دوستی یک مرتبه سر از مارکسیسم انقلابی درآوردن؟ یا چرا باید با شخصیت تراژیکی مثل احسان طبری، پژوهشگر باریکنگر و در نهادش ایران دوست روبرو بشیم که نیمی از اندیشه و تلاشش در جهت کوبیدن ایران باستان و ملیگرایی هستش و نیم دیگرش ناخودآگاه همونها رو داره تقویت میکنه؟ پاسخ اینجا هم روشن هستش. همون برهوت 1400 ساله در منش و تفکر و رفتار که ایرانیان رو از سخت کوشی و خردگرایی و وجدانگرایی ایران زرتشتی پیش از اسلام به غارتمنشی و ایمانگرایی و تقواگرایی
اسلامی کشونده و در اون باطلاق خفه کرد. انسان ایرانی اسلام زده زیر آوار 1000 سال ایدئولوژی بیابانی خرد شده، تازه در انقلاب مشروطه دمی سر برآورده در روزگار پهلوی، اصلا توان آن را نداشت که گفتمان فلسفی خیش را چنان غنی سازد که بتواند از پس انحرافات ایدئولوژیک زمانه خیش در امان بماند. نه تنها توان فکری آن را نداشت، بلکه الگوهای رادیکال و ضد خرد را میپرستید. جناح چپ با ترجمه آثار فرنگی مارکسیستی گمان میکرد چیزی از روزگار مدرن فهمیده که البته حتی از پس ترجمه درست متون فرنگی هم بر نمی آمد. انحراف اسلامی رو با نظریه های مارکسیستی درست نفهمیده در بدترین و احمقانه ترین تفسیرش جایگزین کرده و در نازل ترین سطح نشخوار کننده طیف های منحرف جهان فرنگ بود. در این فضا به ویژه نیاز به یک جناح راست ایرانی با عمق فلسفی بسنده بود و فاجعه اصلی در نبود همین طیف نهفته بود. برای همین هم راست ایرانی نمیتوانست ارانی‌ها و تبری‌ها را در دامان خیش نگاه دارد. پرسش فرجامین برای یافتن یک داوری منطقی و منصفانه که البته همیشه با خود بیننده هست، اکنون این هستش که آیا دولت شاهنشاهی می توانست در برخورد با این برهوت فکری و وجدانی برآمده از 14 قرن چیرگی ایدئولوژی بیابانی بهتر از آن رفتار کند که کرد و گره ها را بهتر بگشاید؟ پاسخ منصفانه و دقیق بسیار دشوار است، اما یک واقعیت وجود داره که دولت هر اهل اندیشه ای رو که پیدا میکرد به دستگاه وارد میکرد، اما توان به هم پیوند دادن اونها و فراهم آوردن یک فضای سراسر خلاق رو نداشت. البته با کدوم پرسنل؟ برهوت 1400 ساله یک سرآغاز سالم و خلاقانه رو ناممکن ساخته بود. آنچه به عقل دو پهلوی و رایزنانشان میرسید آن بود که با بندبازی میان قدرت‌های بزرگ جهانی که برخی هم چشم آز به ایران دوخته بودند تا میتوانند کشور را از دیدگاه مادی و ساختارهای آموزشی بسازند و برکشند، به امید آنکه آن بنمایه در تاریخ از دست رفته خودش را از بستر پیشرفت روزمره سرانجام برجوشاند و دوباره زنده شود. سرانجام اما همه چیز در کام خودنابودی اسلامی افتاد و سوخت. در کام طراحی و حماقت چپ‌ها و در کام نیروهای همیشگی و خستگی ناپذیر اسلامیون در قتل و آدمسوزی و تجاوز، و اما فراموش نشه که در این راه دروغ پراکنی و نفرت گستری و لجاجت هواداران جبهه ملی نیز در تکمیل زحمات حزب توده آماده ساز این خیابان به دوزخ بود و در حماقت و لجاجت چیزی از چپ‌های رادیکال کمتر نداشتند. آنچه پس هنوز در پایان سخن باقی هست برآورد نقش جبهه ملی و ملی مذهبی هاست که در خرد ستیزی و بیوجدانی چندان چیزی از چپ‌ها کمتر نداشتند. به اونها خواهیم پرداخت.